خانم و آقایون سلام. امروز با هترا گروپ همراه باشید چرا که یک پروژه 360 متری بسیار خاص و مدرن رو خواهیم دید. این پروژه شامل فضای لابیمن، نگهبانی 24 ساعته، سرایداری 24 ساعته و یک روف گاردن 4 فصل بسیار جذاب هست. با من همراه باشید برای دیدن این پروژه جذاب. خب همونطور که در جریان هستیم این واحد 360 متری 2 تا درب ورودی مستقل داره به سمت بخش خصوصی خونه یعنی خوابها و بخش عمومی خونه که میشه قسمت حال و پذیرایی که با من همراه باشید. بفرمایید. در قسمت در ورودی ما سرویس بهداشتی رو داریم و بعد قسمت وارد آشپزخونه میشیم که آشپزخونه ما شامل 2 بخش میشه. بخش اصلی آشپزخونه و بخش پخت و پز یا مطبخ که شامل یک تراس شیشه‌ای قابل چیدمان هستش. وارد فضای پذیرایی میشیم. کف‌ها تماماً سنگ اسلب در بزرگترین سایز ممکن هستش. یه ارتفاع سقف بسیار خوب و ایدئال داریم. سقف‌ها تماماً همه طراحی شده. نکته بسیار حائز اهمیت این پروژه یه ویوی مشرف و عالی به باغ ملک آباد که فوق‌العاده جذاب این ویو. خب همونطور که مشاهده کردین بخش عمومی خونه که دارای یک حال و پذیرایی بسیار بزرگ بود، الان می‌خوایم وارد بخش‌های خصوصی خونه بشیم که نکته بسیار حائز اهمیت این پروژه یک پلان منحنی یا بهتر بگم پویا هستش که باعث میشه یک جذابیت منحصر به فردی رو ما توی پروژه داشته باشیم. اینجا اتاق آفیس رو داریم یا اتاق دفتر کار در واقع که یک درب از داخل اتاق خواب اصلی یا مستر بدروم رو دارا میباشه. اتاق خواب اصلیمون بسیار سایز بسیار ایدئالی داره که اینجا هم وارد بخش کلوزتش میشیم. خب همونطور که برای شما توضیح دادم این پروژه 4 خواب داشت که 2 خوابش رو با هم مشاهده کردیم و 2 خواب دیگر رو تشریف بیارید با هم ببینید. ما در ابتدای ورودی خواب هامون که خواب کودک و خواب مهمان رو داریم یک سرویس حمام عمومی رو داریم که تماماً سنگ اجرا شده. اتاق خواب جوانمون دارای یک نورگیر به همراه پنجره‌های ترمال بریک و یه تعداد خیلی زیادی کمد که فکر میکنم برای اون فردی که به قول معروف جوان خانواده هست بسیار مناسب میتونه باشه. یه نکته دیگه که بهتون اشاره کردم ما به خواب مهمانمون یک در بسیار خوب و مستقل داریم که یک دسترسی بسیار ساده و راحت رو میده که میتونن پذیرای مهمان هاتون باشید. این پروژه هم کاملا همه چیش طراحی شده است. شما میبینید تو این فضا هم کمدها رو ایجاد کردن که بشه از تمام فضاهای خونه بهترین استفاده رو داشته باشه. اتاق خواب مهمان هم برخلاف دیگر پروژه ها که یه فضای خیلی کوچیکی طراحی میشه ولی تو این پروژه ما سایز ابعادی اتاق خواب مهمانمون هم بسیار قابل قبوله که یک مستر شیشه‌ای بسیار جذاب رو هم شامل شده.
در این بخش میخوام فضای روف گاردن جذاب این پروژه رو براتون توضیح بدم. همونطور که می‌بینید در قسمت ورودی روف گاردن ما یک فضای هائلی داریم که باعث شده سرویس بهداشتی مجزا و تفکیک بشه از فضای روف گاردن و فضای مجموعه آبیمون. فضای روف گاردن ما شامل فضای آتشکده، فضای نشیمن و فضای دنس می باشد. فضای مجموعه آبیمون یه طراحی بسیار جذابی داره که زمانی که مصرف کننده میخواد از این فضا استفاده کنه، این دیوارهای هائلی که اینجا طراحی شده باعث شده که هیچ دید مشرف و مزاحمی رو برای مصرف کننده ایجاد نکنه. و ممنونم تا این لحظه ما رو همراهی کردید. سپاسگزار از نگاه شما. برای دیدن دیگر پروژه های ما در کانال یوتیوبمون لطفا ما رو سابسکرایب کنید. با حضرت گروپ همراه باشید. متشکرم.